8 موجودی که تو اعماق آبها زندگی میکنن. میخوام شما رو با شگفتی های این موجودات آشنا کنم و پرده از رازهای پنهان این آبزیای مرموز بردارم. معتقدم اقیانوس ها جذابترین و همینطور ناشناخته ترین موجودات رو درون خودشون جا دادن. چه موجوداتی دور از چشم ما انسان ها در عمق دریاها و اقیانوس ها زندگی میکنن و چه رازهایی پشت ظاهر مرموزشون دارن. جزو تاپ ترسناکترین شکارچیان ژرف دریا هست. وایپر فیش، شماره 8. این ماهی با جثه کوچیکش اما دندونهای بزرگی داره و تا عمق 5000 متری دریاها زندگی میکنه. با اندامهای نورانی روی بدنش تو تاریکی اعماق میدرخشه به خاطر اینکه طعمه‌اش رو گول بزنه و با هم نوعانش ارتباط بگیره. اما داستان وقتی جالب میشه که افسانه‌های محلی به اون لقب دندون‌های شیطان رو دادن. اما چرا؟ گفته شده وایپر فیش گاهی نزدیک سطح میشه و قایق‌های کوچیک رو تعقیب میکنه و به اونها حمله میکنه. به همین خاطره که به اون لقب دندون‌های شیطان رو دادن. شماره 7. یتی کرب، یه خرچنگ سفید با چنگ‌های پشمالو که نزدیک دهانه آتشفشان‌های زیر دریا پیدا میشه و موجود بسیار کمیابیه. ولی جالب بدونید که دلیل نامگذاری این خرچنگ شباهت دستای پشمالو اون به یتیه، افسانه غول برفی که گفته شده توی کوه‌های هیمالیا زندگی میکنه. در ضمن این خرچنگ کشاورز کامله، به این خاطر که روی دستاش باکتری پرورش میده و از همون محصولی که خودش تولید میکنه تغذیه میکنه. شماره 6. انگلر فیش، این ماهی با ظاهر ترسناکش مثل شیطان طعمه‌های کوچیک رو گول میزنه و در عمقی زندگی میکنه که نور خورشید به اونجا نمیرسه. این ماهی از معدود موجوداتیه که به معنای واقعی کلمه همسر دائمی خودش رو انتخاب میکنه. به این خاطر گفتم که جنس ماده این ماهی جثه بزرگی داره و جنس نر خیلی کوچیکه. این ویژگی باعث شده که به جنس ماده جوش بخوره و فقط کارشون باربر کردنه. ملوان‌های قدیمی ادعا داشتن که چراغ روی سر این ماهی روح سرگردان دریاست که کشتی‌ها رو به عمق دریا راهنمایی میکنه. افسانه‌های محلی هم میگن نور خاصی از اعماق دریا دیده میشه که کار انگلر فیشه و نشونه ای از دروازه مردگانه. شماره 5. ماهی ساتوری اعماق دریا، بدنی بسیار باریک و فلزی که شبیه تیغه ساتوره. دیپسی هش ترفیش، این ماهی اندازه کوچیکی داره اما چهرش بیشتر شبیه به یه روح تسخیر شده است که رازها و شایعات پشتش هم به این چهره بی ربط نیست. تو افسانه‌های ژاپنی آورده شده که این موجود فرستاده‌ای از طرف ارواحه. اما چرا؟ بعضی محققان میگن این ماهی در مواقع خاصی فلش‌های نورانی که به سیگنال‌های عجیبی شباهت داره تولید میکنن. به همین خاطره که افسانه‌ها اون رو پیام‌آور دنیای زیرین خطاب میکنن. کم کم داریم به مرموزترین این لیست 8 تایی نزدیک میشیم. شماره 4. بلاب فیش، جزو مضحک‌ترین موجوداته، به طوری که تو سال 2013 عنوان زشت‌ترین حیوان دنیا رو مال خودش کرد. بدن این ماهی ماهیچه قوی نداره و بیشتر شبیه ژل است. این موجود همیشه هم به این زشتی نیست. وقتی که در اعماق آبه بر اثر فشار یه شکل عادی و جمع و جوری داره، اما هر چقدر که به سطح نزدیکتر میشه فشار کمتره و مثل یه خمیر از هم وارفته میشه. بعضیا اونو جن زشت دریا صدا میزنن، چرا که وقتی میاد به سطح آب چهره یه پیرمرد چاق و چروکیده دیده میشه. یه داستان محلی استرالیایی هم هست که میگه اگه چشمت به صورت بلافیش بیفته شب کابوس میبینی. من که این فکر رو نمی کنم. شاید یه هشدار غیر مستقیم بوده به بچه‌ها یا صیادان تازه کار که با این ماهی ور نرن. و اما میرسیم به ماهی که طراحان فیلم‌های سینمایی اونو خیلی دوستش دارن. شماره 3. ماهی بلک دراگون یا اژدهای سیاه، تو عمق تاریکی زندگی میکنه و میتونه نور مادون قرمز از خودش تولید کنه که بهش کمک میکنه مثل شبح بدون اینکه تومه بفهمه شکارش کنه. به خاطر شبیه بودن این ماهی به موجودات فضایی داخل فیلم‌های علمی تخیلی مثل الین، طراحان صحنه برای ساخت هیوله‌ها
از این موجود الهام گرفتن. اما نکته خیلی نادر این آبزی ترسناک نوزادشه. چشمهای ماهی بلک دراگون به شکل ساقه‌ای از بدنش آویزونن و به مرور به داخل جمجمش کشیده میشن. شماره 2 سارکاستیک فرینج هد. در حالت معمولی یه شکل عادی داره، ولی فقط تا زمانی که بخواد از خودش دفاع کنه یا از قلمروش محافظت کنه. در این مواقع فک عظیم خودشو مثل بالهای یه اژدها باز میکنه. وقتی 2 تا نر دعواشون میگیره دهناش رو به هم فشار میدن و انگار دارن مسابقه کی دهن گشادتره برگزار میکنن. تو افسانه های کالیفرنیایی گفته شده که این ماهی نگهبان گنج های دریاییه و هر کس بخواد وارد این قلمرو بشه دچار نفرین دریا میشه. و همینطور ادعا دارن زمانی که این ماهی رو عذاب گرفتن دهنشو باز میکنه و صدای ناله یه انسان در میاره. رسیدیم به آخرین این لیست و همینطور جزء مرموزترین موجودات اعماق دریا، گالپریل یا مارماهی بلنده. بدنی کشیده و شبیه به طناب داره، ولی دهنش چندین برابر خودش باز میشه. این مارماهی تا عمق 3000 متری دریاها میتونه زندگی کنه و به لطف دم نورانیش مثل انگلرفیش ها میتونه شکار کنه. خاصیت فوق‌العاده این موجود دهن و معده‌ایه که میتونه مثل بادکنک باد بشه و تمام طعمه رو یکی جا ببلعه و تا چند روز نیاز به غذا پیدا نکنه. و اما داستان‌های پشت پرده این موجود اونو جذاب‌ترم میکنه. دریانوردای قدیمی تو حدود قرن 17 و 18 ادعا دارن که گونه‌ای از این موجود به نام اژدهای بلنده با دم نورانی خودش کشتی‌ها رو به سمت خودش میکشونه و با دهن غول‌پیکرش اونها رو میبله. بعضی غواصا هم نور سبزی رو از اعماق دریاها دیدن و بعد سایه‌ای عظیم به شکل مارماهی. به همین خاطر تصور کردن که یک گالپریل غول‌پیکره. اینم در نظر داشته باشید که خیلی از این باورها هنوز به اثبات نرسیدن. به نظر شما کدوم یکی از این موجودات لایق تاپ 1 این لیست بود؟ این اولین ویدیوی چنل من بود و ازتون میخوام تا ویدیوی بعدی منتظر باشید. زندگیتون پرتکامل.